وای مامان غلط کردم. سلام فرسارمی، خوش اومدید به یه ویدیوی بله همونطور که احتمالاً هم تو الان یه کمی متوجه شدید، خاکم بر دهن این ویدیو یخت ناسالمه، چون میخوایم با نوشابه میلیون درست کنیم. البته با نوشابه نه، با قوطی. این ویدیو قضیه داره، شاید اونایی که از قدیم الایام منو تو اینستاگرام دنبال کرده باشن بدونن چیه. راستش بخواد ما دچار مشکل شدیم سر این ویدیو با اینستاگرام پاشش کرد، چون متاسفانه نمیدونم مثل که تو آمریکا قلیون میلیون نمیکشه. خلاصه که یه سال پیش در حالی که 200 هزار نفر اون ویدیو رو دیده بودن یهو پاک شد و خیلی‌ها گفتن نامرد چرا پاکش کردی، می‌خواستیم درستش کنیم. من با خودم عهد کردم روزی که کانال یوتیوب زدم حتما این ویدیو رو براتون بسازم. پس اینو خالی می‌کنیم تو ظرف، اون وسط تشنمون شد میریم بالا. و در اینجا ما به خانواده فونتا نیاز داریم. البته منظورم نوشابه خانواده نیست، بلکه نوشابه پدر، نوشابه پسر و نوشابه روح القوطی. ایزن اینها رو باید خالی کنیم توی ظرفی. مرض داری، خب از اول قوطی خالی بیاد. اینم خالی کنیم دیگه میریم برای شروع ویدیو. خوب دقت کنید که یاد بگیرید، چون دوباره توضیح نمیدم، میتونید بذارید از اول ویدیو ببینید یاد بگیرید. در کل موارد مورد نیاز ما اینهاست: شلنگ نازک شفاف به مقدار لازم، بطری، قوطی و یه ذره فویل آلومینیومی. در ابتدا باید سر پسر خانواده رو ببریم. سر پسر خانواده باید به اینجا متصل بشه، پس یه سوراخ روی اینجا نیاز داریم و یه سوراخ هم روی پدر خانواده. پس روی در بطری و یه سوراخ به اندازه شلنگ ایجاد میکنیم. بعد این شلنگ شفاف که در واقع همون شلنگ قلیونمون هست و میکنیم توی این و اینجای پدرمون که قبلا علامت گذاشتیم هم باید سوراخ بشود. حالا باید اینجای گردن پسر خانواده که قبلا بریدیم و چسب بزنیم و بچسبونیم رو کمر پدر خانواده. میبینید چقدر ملیح توضیح میدم؟ کمر پدر خانواده از این زایه قر شد. الان بندرم برات. حالا باید شلنگم بره توی کله پسر خانواده و یه چسب بریزم به این شلنگه بزنیم که اصلا هوا نکشه. نکتهش خیلی مهمه که اصلا نباید هوا بکشه. چسبم خیلی دوغه، همه رو داره آب میکنه. حالا باید سعی کنم این لبرم یخت چسب بزنم که مطمئن بشیم هوا نمیکشه. در این مرحله میخوایم یه لوله آلومینیومی از فویل آلومینیومی درست کنیم که از کله پدر خانواده میره تو و از باسر قوطی خانواده میاد بیرون. یعنی این دوتا به هم متصل میشن. پس یه مقدار از این فویلمون رو باز میکنیم و با کمک یه چیز نازک و صافی مثل این آنتن سعی میکنیم که اینو دورش لول کنیم و بریم جلو که یه لوله آلومینیومی به ما بده و خیلی با ظرافت و دقت میریم که لولمون یخت کج و کوله در نیاد، یعنی صاف در بیاد. یه چسبم اینجوری بهش میزنیم که یه وقت باز نشه. حالا متوجه میشیم که این خیلی درازه، چون باید تا اینجاها بیاد و تا اینجاها تموم شه. پس مجبوریم که خیلی اصولی و دقیق اندازه بگیریم و از اینجا قطعش کنیم. میرسیم به مرحله سوراخ کردن کله پدر که قراره به زودی به باسر چیز برخورد کنه. سپس لوله رو میکنیم تو کله و در این مرحله باید سعی کنیم که باسن قوطوی رو سوراخ کنیم که متاسفانه من الان دریل ندارم، که بعد اینجوری میاریم و قرارش میدیم اینجا. و اما قبلش باید این قسمت هم باز کنیم که تنباکو و زغال رو بذاریم. اینجوری کلشو در میاری. خب توی همین حالت باید اینجا رو چسب کاری کنیم که تکون نخوره و کاملا عایق بشه. قلب تا ناموس باید چسب بگیره دورشو که راحت بشه بازو بستش کنی و خراب نشه. وقتی قشنگ خشک شد دیگه کم کم باید بریم برای مراحل تست. یخته باید توی این قلیونمون آب بریزیم که وقتی این لولمون رو کردیمش توی بطری اینجوری بیاد تا اینجاها بره تو آب دیگه. بعد خیلی با احتیاط این داداشمون رو اینجا میبندیم، این داداشمون هم میاریم و اینجا میبندیم. بریم ببینیم قلقل میکنه یا نه. اونایی که اولین ویدیو یوتیوبمون رو دیدن میدونن که همون اول کار ضایع شدیم چون قلیونمون صدا نمیداد. الهی به امید تو صدا خودشه. اینا اینجا نگاه کنید. دیدی
از اینجا به بعد دیگه باید چاقش کنیم. ماشاءالله 1000 پا همه تونم استادی. یعنی اول باید یه تیکه فویل اینجوری بیارید، اینجوری برشش بدید، اینجوری بیارید بکشید رو کله این. فویل اولی که کشیدیم محل قرارگیری تنباکو و باید اینجوری چند تا سوراخ با خلال دندون بهش بزنیم که بعدم یخته از این تنباکو رو باید بریزیم توش. اینجوری باز میشه. این زمانشو من خیلی وارد نیستم دیگه، خودتون بلدید چقدر بریزید. دو سیب هم مثلا میزنه سرشمامون رو فلوت میکنه. فویل دوم هم که میکشیم که زغال رو بذاریم دیگه، چند تا سوراخ واسه این و بالاخره در مرحله آخر میریم سراغ زغال. حالا سر یه قلیون خونه رو به آتیش نکشیم صلوات. زغالمون رو میاریم و میذاریمش رو این یکی هم همینطور. برو بریم. داره میاد، داره چاق میشه. آره دای بالاخره تونستیم دودشو در بیاریم. آره دایی، خاک به سرم خیلی حال میده. توی ویدیو که تو اینستا دور کرده بودی فاصله این زغال با تنباکو به هم خیلی نزدیک بود و این باعث میشد که تنباکو سریع بسوزه و سردرد بگیریم و الان سرم گیج میره که، ولی عوضش گلو رو نمیسوزونه. هی من میگم بچه سوسونم، شما باور نمیکنید. بچه من بقیه ویدیو رو مجبورم که نشسته ادامه بدم. موفق شدم. یه ساله میخوام اینو درست کنم. دوربین کجاست؟ ببخشید که من انرژی اول ویدیو رو نرم، سرم گیج میره، سرشمام فلوت شده. لطفا سمت این کارم. چرا من یه دفعه نمیتونم تا تغییر رو بکشم؟ یه نفر به دیگه چرا سر من فردی گیج میره؟ مجبوریم که ویدیو رو در همین لحظه به پایان برسونیم. سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید که چرا سر من گیج میره.